تصاویر تازه عاشقانه عالی انصاری و حسام فرزان از مراسم نامزدیشان. عالی انصاری با حسام فرزان چی تاریخ نامزد شد، شکایت همسر اول عالی انصاری و داستان جدید حسام فرزان در کشور کانادا. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. عالی انصاری هنرمند خوش صدای افغان شهرت و محبوبیت هنری خاص خودش را داشته است و در یک خانواده هنرمند دیده به جهان گشود. به زبان پشتو تسلط کامل دارد. بیشتر اوقات دوست دارد آهنگ‌های پشتو بسراید. عالی انصاری در کشور انگلستان ازدواج کرد و از همسر اولش دارای 2 فرزند می باشد، ولی به دلیل نامعلومی از همسرش جدا شده است. جدیداً تصاویر عالی انصاری در صفحات مجازی دست به دست می شود که با حسام فرزان هنرمند دیگری افغان نامزد شده است. این دو آهنگ‌های عاشقانه مشترک بیشمار سرودند که مورد حمایت و تشویق فراوانی افغان‌ها قرار گرفت. آهنگ جدید عالی انصاری به مناسبت عید سعید فطر با حسام فرزان چنان بازدید خوب در صفحات مجازی داشته است که این دو قرار است آهنگ دوگانه دیگری هم نشر کند. عالی انصاری در کشور کانادا بعد از تحولات رژیمی در افغانستان زندگی می کند، اما تاکنون حقیقت این که آیا به واقعیت عالی انصاری با حسام فرزان نامزد شده است به گونه واضح و آشکارا معلوم نیست، ولی آهنگ‌های دوگانه و کنسرت‌های مشترک این دو هنرمند مورد حمایت و استقبال گرم افغان‌ها قرار می‌گیرد. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. دوستان و عزیزانم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با دوستداران و طرفداران عالی انصاری به اشتراک بگذارید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به لای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.